کافه پاری وجود داشت. اینک نیست. در اینجا بلوگری مشهور اسیکتجه لیستروها و اینجا تاریلکه و طواق کوسه بود است. زیرباک اینک این بینای بلند آشیانه را دیده چقدر زیبا. اینا بابای حاجی فریزه تازه کرده ایستاده است. کالا گیر میگردد از تماشای خیلی بلند آشیانه. اینجا با این آفیس پراداش دوکنه چقدر زیبا. این بانک اروند و این بیناهای سه اتاجه را دیده ایستاده. نه در تیرزه ندارد. اینهای هم با خاک یکسان میتونن و اینجا در پارلمان موندیان نگاه کن. این بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با عکس محترم جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت. سلام دوستان، امروز 3 ینور سال 2024 چقدر دیده ایستاده. ما در پیش پایکار حضور داریم و این وزارت نقلیات و این آزیورت یعنی که رستوران ترکی و این راهی تانکا دیده ایستاده. چقدر بیناهای بلند آشیانه ساخته ایستاده. این نوار من یک وقتا یک تابستان داشتم این نوار رو، اما این حالی پره با اتمام نرسیده بودن. این در یادتون باشد آینه نیلگون یعنی که голубой экран اشخوانه حالی هم هست. یک وقتا 2 اتاجه بوده و این بینای بلند آشیانه را دیده چقدر زیبا. و این طرف ما می رویم یعنی که 2023 و 2024 چی تغییرات شد. این رو پروی голубой экран و سوپرمارکت یعنی که مرکز سودای پایکار و اینا در اینجا بیناهای نو تولید یافته ایستادن و مغازه ها هم اینا بابای حاجی فریزه تازه کرده ایستاده است. اینجا هم اینا گرفته اینا بلند آشیانه نگاه کنید و این طرف های голубой экран بود. با شما این رو میخواستم نشون دهم که در طول 1 سال چی تغییرات شد. باور که کالا گیر میگردد از تماشای خیلی بلند آشیانه. رنگی میگوی در نیویورک هست. نگاه کنید حالا هم ساختمان ها ادامه داده ایستاده. نگاه کنید اون طرف هم ساختمان ها ادامه دارن. طرفی بانیسای 4 بگیم یعنی که تراوم پونت. اینجا با این آفیس پراداش و این بینو رو بینو. اینجا کسی دریا دارد. پشت پایکار آبشیجیت ها بودن. از زمینی که بود یا وقت آبشیجیت ها و فکرام دریا داره. نگاه کنید چقدر زیبا، چقدر بلند آشیانه کبود آسمان خراش. ما طرف صدبرگ یعنی که دامی وطن رفته ایستاده ایم. این نوار دارم دوستان عزیز. نواری پیشینه رو بینید. حتما از طرف تانکا سر کردم تا آخری صدبرگ رو. تغییرات رو خودتون بعد بها دهید. این بانک اروند کمتر از این لوی راه درونتر است. بانک اروند اون طرف یا بانیسان یک پلیکلینیک شفا بفکره. این بینو را بینید چقدر آسمان خراسه. و از طرفی تانکا اومده ایستاده. این دوستان عزیز این بیناهای هم این تمام شده ایستادن. آفیس پراداش هاشون در پایان درهایشون باز که بیاین بخرن. این بنا را دیده ایستادید. این بینای حکومتی ناحیه اسماعیلی سامانی مقامات مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور
انا دوستان انا این دامم تمام شده است. این خیلی که گفته بوده نگاه کنید خیلی بالا و در تگ این اونجا مغازه شروع به سودا کرده ایستاده. داروخانه، салон красоти, лед, люстраҳо ва инҷа тарелкаву таваққу коса будааст. ва ана дӯстони азиз, ана ин таомҳои миллӣ, оши 24 соата дар 7 рӯз, яъне ки зирбак хизматрасонии тарҷумонӣ будааст бо дар боло. Зирбак خیلی زیبا، گل‌های زیبا، اینم گل‌های زیبا موندن. ساختمان حال تا اون طرف حال ادامه داده ایستادن و این بیناهای سه اتاجه را دیده ایستاده، نه در تیرزه ندارد. اینها هم با خاک یکسان میتونن و چونین بیناها میسازن. اون طرف اون نلاگ شاه منصور، اون طرف حکومت و عدل شاه منصور، پروکوراتور و سود شاه منصور و طرف یاقوت. و ان اینجا ما میریم. باور که خیلی زیبا شده است. و اینجا در پالما مونده، نگاه کن. پالما نه استاماتولوژیا داشته است. دام مدنخ سومک و برای زن خیلی زیبا. بیاین آرو تارو بیدیم. حالی هم 3 январ سال 2023 اینا در آمد. حالی هم نشانه های سالی نو هست. رستوران ما جمعه اینجا مغازه‌های نو ساخته ایستادن. ولی من با فکر من اینجا اش می‌درایم. های دوستان عزیز، با همین تمام. این بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با عکس محترم جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت و این بینای کوچک دیده ایستاده اید. اینها هم نوارهای پیشتر دارم ببینید و بها بدید که در طول گویم چند ماه، یعنی که 1 سال هم گویم چی تغییرات وارد شده است. اون طرف کینوتئاتر وطن و راه راست اگر رویم زیلانی بازار، طرف این طرف سامانی، این طرف جده وگزا. این دومو را چپا میکنند. اکران آمده چی کاری میکنه میروه. ها با شما موفقیت و سربلندی. اینک دوستان عزیز، اون بینای سبز رو دیده ایستاده اید، пайкари شاه منصور و این доми угловой, یعنی که همون доми که یک وقتا وای بود. голубой экран, یعنی که استخوانه ها. این از قفایش. حالی تعمیرات دوام دارد. حالی خیلی تعمیر می شود و خیلی زیبا می شود. و این بیناهای 4 آشیانه با خاک یکسان می شود. یعنی اینکه بینایی که رو میبینید یک وقتا رستورانی ساربان بود. اینک آزی رستورانی ترکی آزیوت شده است. یعنی که با یک قول بورک کشاده شده است. و ضرورتی نقلیات و ما این طرف میرویم. اون بینای سرخی دیده ایستاده اید خوردکه که دو آشیانه. در آشیانه یکمش کافه پاریژ وجود داشت. اینک نیست. استخوانه ها اینجا در نوزیرش ده. استخوانه ها. اون پیش голубой экран بود. قفا اومدن بینو را ساختن. و اینک دوستان انمین بینایی که گفتیم سرخ. این آزیورت رستوران. های جاش مسترکه. ولی جا ریمون رفته ثابت را. بعد سالی نو همه انم خلیه و اینگه این بینو هم مشان پتسناس دوستان. 4 آشیانه دورای سوویتی پتسناس. انا گفتم کنیم اینجا پاریژ بود یک وقت. خیلی زیبا طعمای خوب داشت و ملی. اینک نیست. اینجا نانبای داریم و اینجا مغازه ساختمانی. هر چیزی که میتونید از اینجا دریافت میکنید. شروع بالک گایکا و سانتکنیکی همه چیز.
کشاده. در اینجا بلاگری مشهور اسیکتجه کار میکند.